ملا نصرالدین سر سفره با نوه‌هایش نشسته بود. دیگ آبگوشت روی سفره بخار بالا می‌داد و بویان در تمام خانه پیچیده بود. ملا با دست خود گوشت را تکه تکه کرد و میان نوه‌ها تقسیم نمود. هر کدام سهمی برابر یافتند. اما برای خودش تنها یک استخوان بی گوشت برداشت. نوه‌ها با تعجب پرسیدند: پدر بزرگ، چرا خودت گوشت بر نداشتی؟ ملا دست بر سینه گذاشت و فروتنانه گفت: پدر بزرگ خاک بخورد. دل نوه‌ها به رحم آمد. هر یک نیمه ای از گوشت خیش را در بشقاب ملا گذاشتند. لحظه ای نگذشت که سهم او چندین برابر بقیه شد. ملا لبخندی زد. با رضایت زیر لب زمزمه نمود: پدر بزرگ خاک بخورد.